بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیز. امیدوار هستیم جور و صحت و سلامت باشین و از گزند روزگار در امان باشین. در صورت ادامه میتیم به ادامه جلسات قبلی از مایکروسافت ویندوز 11. در جلسه امشب در مورد اینترنت و نتورک و اینترنت صحبت میکنیم که شما چطور میتونیم بریم اینترنت خود خاموش و روشن بسازیم. آی پی آدرس کامپیوتر خود حداقل چک میتونیم بکنیم و از وی پی ان یا فیلتر شکن چیزا استفاده بکنیم. شما که در بخش نتورک ان اینترنت اینجا آمدین، در این بالا همو اینترنت رو که فعلا استفاده میکنین برایشون نشان میده. مثلا من فعلا از طریق وای فای به اینترنت وصل هستم. شما ممکنه که از طریق کابل کات 5 وصل باشین یا هر روشی مثلا. و اینجا هم نوعیت اینترنت ما برای ما نمایش داده میشه و همچنان مدت 30 روز ما چقدر اینترنت مصرف کردیم برای ما اینجا نشان داده میشه. دوستای وای فای اگه خواستین وای فایتون روشن کنین از اینجا هم روشن کردن میتونین، یا بخش اکشن سنتر در اینجا برین، از اینجا هم وای فایتون میتونین روشن یا خاموش بسازین. در صورتی که روشن باشه کل دستگاه هایی که وای فای پخش میکنه، راوتر باشه، اکسس پوینت باشه یا هاسپات موبایل باشه، اینجا براتون همه‌اش لیست میکنم. خب فعلا ما دیگه روشن میمونم، قطعا نمیخوایم بسازم. اگر شما اینترنت ایدرنت داشته باشه، ایدرنت اینترنت یک باشه کیبل میگیرین، اینجا که شما کلیک کردین و براتون نشان میدم میگه شما اگر همچون اینترنت داشتین آیا اتوماتیک دو اینترنت وصل شد یا نه. مثلا من یک لاینی کات 5 همراه کانکتور آجی 45 میخوایم، آجی 45 منظورم، به کامپیوتر وصل میکنم و اتومات آی پی میگیره. خب بحث های شبکه هست این موضوع. و پایینتر هم بخش وی پی ان. وی پی ان همون فیلتر شکن است. خب همون فیلتر شکنی که ما شما در استفاده میکنیم. در ویندوز 10 و ویندوز 11 یک قابلیت جدیدی به وجود آمده به نام بلتن وی پی ان که خودتون میتونین بعضی وی پی ان سرورهایی که رایگان هست اونها رو میتونین در بخش وی پی ان قرار بدین. مثلا یک وی پی ان سروری که کاملا رایگانه و شما بدون هیچ نوع محدودیتی میتونین از او استفاده کنین. یک برین داخل وبسایت پرو وی پی ان شوین یا وی پی ان بوک. من اینجا وی پی ان بوک میزنم، وی پی ان بوک داخل وبسایت میشم و اینجا بعض وقت‌های شما که وقت داخل یک وبسایت میخواین شوین با اینی خطا یا با اینی پیام روبرو میشین. خب your connection is not private میگه، ببینین به این شکل ایرور میده. این ایرور رو به خاطر میده که چون من فعلا فایروال من روشنه برای من هشدار داده، میگه امی وبسایت تو استفاده میکنی مطمئن هستی؟ مشکلی نداره؟ میگم نه خیر، وبسایت کانون وبسایت معتبر هست، رولایبل هست، فیک نیست، میخوایم استفاده کنم. بین این قسمت process to www.vpnbook.com داخلش برین و VPN ها رو استفاده بکنین. بزنم یک بار که باز شود. این وبسایت رو برای سرم بلاک کردم تاسفانه. خب خیر باشه. شما من یه لینک انمی چرا براتون میمونم چون من از بس که از وی پی ان زیاد استفاده کردیم یه وی پی ان فایروال بلاک کردم تاسفانه فعلا و دیگه نمیتونم این از بلاک حالا بکشم. خب من ایره به خاطر که استفاده کنم فعلا اینجا میتونم بیایم وی پی ان خودم کانکت بسازم. البته فعلا چون من اینترنت فیلتر نیست دیگه نیاز به این است که من وی پی ان خودم بیایم کانکت بسازم. اگر کانکت هم بسازم با دستگاه موبایل وای فای که من فعلا استفاده میکنم چون نیاز به فیلتر نداره، اگر اینجا بیایم وی پی ان وصل کنم وصل از من نمیشه. از خاطر خب یک بار دوباره ترای میکنیم. خب یک بار کوشش دوباره میکنیم، یک بار ببینیم که میتونم در وبسایت وصل شم یا نه. بازم فکر کنم که همون مسیج برام داد وبسایت میگه فیلتر شده دیگه نمیتونی را استفاده کنی چون ما زیاد از استفاده کردیم. یک بار میریم اینجا وای چیز خود غیر فعال میکنیم، آنتی ویروس ها
و میرم بخشی کنترل پنلز و داخل ویندوز دیفندر فایروال میشم. فایروال خود از اینجا آف میکنم که اجازه ورود به ایرا داشته باشم. خب یک بار ببینیم که این دفعه اجازه برای من خواهد داد یا نه. خب بازم اجازه این کار برای من نداد. از یک یوزر دیگه استفاده میکنم ببینیم که میشه. vpnbook.com. بر صورتش داخل وبسایت شوین. داخل وبسایت که شدین میتونین که وی پی ان سرورها را به طور رایگان استفاده بکنین. این وی پی ان سرورها بعضیشان از مربوط فرانسه میشه، بعضیشان مربوط یوکی یا انگلستان میشه، بعضیش مربوط جرمنی اینا میشه. خب اما یوکی رو بگیرین بهتره. من فعلا هم از وی پی ان یوکی استفاده میکنم. بعضی وقتا اگر باید استفاده کنم، همیشه نه. من اینجا اضافه کردم ببینید وی پی ان نشست. اینو چطور اضافه کردم؟ رفتم در بخش ستینگ بالای وی پی اینجا کلیک کردم و فعلا وی پی ان البته اضافه کردیم ولی وصل نشده امراش. شما اگر میخواین یک وی پی ان اد کنین بالای اد وی پی ان کلیک کنین. در اینجا بیلت ان وی پی ان میخوایم نه، بعد کانکشن نیم مثلا میگم که پرات وی پی ان یا وی پی ان بوک. این نامش اختیاریه. میگه شما قبلا استفاده کردین نامش دیگه ایش نوشته میکنم پرو وی پی ان مثلا. و سرور نیم نام سرورش چیه؟ باش من اجازه نام سرور از اینجا کپی بگیرم. بیم ادوانسد آپشن ایدیت. یعنی چی هست؟ اونمو وی پی این نیسته که من قبلا اینجا اد کردیم. خب نامش وی پی این بوگه، یک نام برش دادیم خودیم. ولی اینی سرور دیگه باید بوری از اونجا از اون وبسایتی که من بهتون گفتم از اینجا کپی بگیریم که سرورش uk205vpnbook.com یک وبسایت در حقیقتش. خب شما اگر ایره در اینجا اضافه کنین، VPN تایپش هم اتوماتیک انتخاب کنین و تایپ اف ساین این انفورمیشنش یوزرنیم و پسورد بتین. یوزرنیمش VPN بوک است و پسوردش هم که اگر ما باش ببینم اگر پسوردش بر ما بیتا که کپی خوب است. متاسفانه کپی نمیشه که خب اینجا گزینه 0 بزنین و یه اد میشه. ما فعلا یک وی پی ان اینجا اد کردیم. به محضی که من بالای گزینه کونیکس کلیک کنم وصل میشم. و وقتی که با وی پی ان وصل شدین محدودیت اینترنتی دیگه وجود نداره. تمام محدودیت ها برداشته میشه و میتونین که بدون هیچ نوع محدودیتی از تمام وبسایت ها استفاده بکنین و دیگه فیلتری وجود نداره. چرا شما را از انگلستان یا یوکی وارد اینترنت میسازن از افغانستان، از خاطر محدودیت وجود نداره. اما اگر میخواین از وی پی ان های دیگه استفاده کنین، مثلا اگر از این وی پی ان استفاده کردن نتونستین یا لپتاپ شما وصل نشد، یک وی پی ان است که نصب میشه. نام از وی پی ان که از سایفون است بچه SIGH فون. سایفون باش که من سایفون فکر کنم که اشتباه باشه. سایفون این چیز دیگه آمد یه قسمی نوشته میشه مثلا SIPHON. اینی که هستم چش هست، این لوگوش هست. خواستین که را برین از اینترنت دانلود کنین. این نسخه موبایل اپلیکیشنش هم وجود داره، نسخه دسکتاپ اپلیکیشنش هم وجود داره. مشکل نیست، میتون داخل وبسایت رسمی شوین و فیلترش کنین سایفون رایگان دانلود کنین. شاید دیرم برای ما بلاک کرده باشه، نخواد دیدم استفاده کرده بتونم، چون که زیاد به پینا استفاده کردیم نمیتونم استفاده کنم بر صورتش. و فعلا این سایفون دارم. میرم داخل کامپیوترم، داخل فولدر دانلودم، چون قبلا دانلود کرده بودم کنه که حذف نکرده باشه.
ببینید چه سایفون هست، این یا مایکنش هستم. این نیاز به نصب هم نداره، فقط که باز کردین بالای گزینه اوپن اینجا کلیک بکنین، رن از ادمنستراتور یس بسازین. میبینید که فعلا در حال وصل شدن است و وصل شده رایستان کانکتینگ. ممکنه اینترنت یک بار استوب شه، به خاطر اینکه که باشین که منتظر ماندین پشت خط. ببینید بچه ها، فعلا ما این از طریق سایفون وصل شدیم به اینترنت. این آمده خودش بهترین کشورها رو برای ما، همون بهترین کشوری که پینگ اینترنت بالا باشه، سرعت بالا باشه، تایم اوت نداشته باشه میای و او کشور رو انتخاب میکنه. شما اگه خودتون خواستین، ما میخوایم که از کشور جرمنی مثلا لاگین شوم. جرمنی سرعت چه در پایان هستن. اگر یوکی بود یوکی وارد چند بهتره، چون اینترنت یوکی خیلی بالا هست. و این یونایتد کینگدوم من فعلا دیگه خودش وصل شده، دیگه کار به اون ندارم، چون فعلا محدودیت برداشته شده و ما فعلا هم از یوکی وارد اینترنت شدیم، یا یک کشور خلاص برای من انتخاب کرده دیگه. حالا من محدودیت اینترنتی ندارم. اگه ما بیایم یک بار همون وبسایت قبلی رو جستجو کنم که باز خواهد کرد یا نه، میبینی که هیچ بدون هیچ محدودیتی تونستم وبسایت vpnbook.com رو باز کنم. وقتی داخل از وبسایت شدین، در قسمت بیاین بخش فری VPN اینجا پایینتر بیاین. خب اینجا دو تا VPN دارم، میبینی که نوشته فری 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 فری، هیچ پولی از شما مطالبه نمیکنه. این وبسایت کاملا، این وبسایت های VPN کاملا فریه. خب من فعلا ببینید چند تا سرور مونده. خب این سرور کانادا، شما از کانادا وارد سیستم میسازه. این جرمنی، از جرمنی شما وارد اینترنت میسازه. از فرانسه وارد اینترنت میشین. و این هم پولند هست، این هم یونایتد کینگدم هست که ما فعلا یونایتد کینگدم اینجا اضافه کردیم. خب شما اگه میخواین میتونین اینجا یونایتد استیت هم هست، جرمنی هم هست، پولند و دیگه هم هست. خب بیاین اینجا خوده. خب اول برین در بخش تنظیمات ویندوز 10 یا ویندوز 11 تان بیاین بالای VPN کلیک بکنین. بیاین بالای اد VPN، اینجا بلتن VPN رو انتخاب بکنین از قسمت VPN پرووایدر، چون بلتن VPN میزنم. بعد میم داخل وبسایت میشم. برای من میگه که نام VPN چی هست. میتونم یک نام برش انتخاب کنم، یک مثلا نشم رو VPN نامش هم یک چیز، ولی سرور نیم باید از این جانب دقیق کنم. سرور رو بگیریم که اینجا هست. میخوایم سرور یوکی رو بگیرم، این رو انتخاب کو. البته تا این .com میشه دیگه شنی. راست کلیک کپی، بیا اینجا و اینجا پیستش بکن. ما این استفاده کردیم بچه، خیلی سرعتش بالاست، خیلی سرعت اینترنت رو بالا میبرم. محدودیت برداشته میشه. VPN تایپش هم اتوماتیکی بگیرین. تایپ اف ساین اینفورمیشن برای ما میگه که خب همین سرور اوتنتیکیشن داره یا نه، یعنی این سروری که میخوای وارد شوی یوزرنیم پسورد داره. میگم بله، یوزرنیم اند پسورد اینجا میزنم. یوزرنیمش چیه؟ در پایین اینجا برای ما در وبسایت بریم داده برای ما یوزرنیم میشه. کم پایینتر بیاین این یوزرنیمش قسمت ما براتون کلام کنم سفر شما درست ببینین. یوزرنیمش هست که هم پسوردش هست. البته اینه قدرش شما کار دارین. این vpnbook.com راست کلیک کپی و بیاین در اینجا پیستش بکنین یوزرنیمش. خب پسوردش چیه؟ پسوردش هم برای ما داده B7DH4N3. میایم B7DH4N3 این پاسوردش هست. یک بار چک کنید قسمت B7DH4N3 7 ما درج نکردیم به نظر، نه B7DH4N3 و بالای گزینه سیف کلیک بکنین و ببینین که این VPN اینجا اضافه شد. همین لحظه اگه ما بالای گزینه اون کانکت کلیک بکنم مرا وصل میکنه دیگه. من فعلا سایفون ندارم دیگه، فعلا لازم به اون نیستن. اما اگه شما سایفون ندارین میتونین از رو VPN استفاده بکنین. به این شکل من میرم صفحه وبسایت بسته میکنم دیگه، با کاری با این VPN ندارم. خب و این VPN هم فعلا بسته میکنم، نیاز به VPN ندارم. میخوایم از خود افغانستان وارد اینترنت شم،
چون فعلا اونقدر محدودیت اضافه نشده، فقط یک بعضی چیزها رو بند کردم. میم ریموف وی پی ان، یک تا وی پی ان کافیه، هیچ کاری ندارم و از بین میبرم. خب این بود بحث وی پی ان. میم دوباره برمیگردم عقب. گزینه بعدی بخش موبایل هاتسپات هست. شما اگر اینترنتی که فعلا دارین رو به میخواین همین اینترنت فعلیتون رو بخش بکنین، وای فای پخش کنین، بیاین بالای موبایل هاتسپات و موبایل هاتسپاتتون رو روشن کنین. یعنی من همین اینترنت رو که از موبایلم گرفته، یعنی این اینترنت از طریق کامپیوترم دوباره میتونم وای فای بدم به دیگه کسا، به دیگه افراد، به دیگه اشخاص. یا که شما اگر از طریق اینترنت، از طریق لاین کات 5 در اینترنت وصل باشین، علومو اینترنت میتونین از وای فای پخش کنین. بیاین بالای موبایل هاتسپات، اینجا هاتسپات رو روشن کنین و اینترنت شما پخش میشه. هر کس میتونه از اینترنت شما استفاده بکنه. که نام دیوایس من مثلا از دسکتاپ 4B این چیز. پسوردم داره، هر کس نمیتونه بدون پسورد نداشته باشه نمیتونه از وای فای من استفاده بکنه. تا 8 تا دیوایس، تا 8 تا دستگاه میتونه در وصل شوه. اینجا ادیت هم کردن میتونین، نامش میتونین تغییر بدید، پسورد هاتسپات رو میتونین تغییر بدین و نتورک کارتش هم که میره انتخاب و صفر میزنین که تغییرات اعمال و اضافه شوه. اگر شما کامپیوتر دسکتاپ داشته باشین، اکثر دسکتاپ ها باز موبایل هاتسپات نداره. فعلا من غیره فعال میکنم، کاری با این ندارم. شو ایرپلان مود حالت پرواز در موبایل شما هم هست. بعض وقتها که اینترنت شما ضعیفی کرد و درست کار نداد، مشکلات به وجود آورد، سلو بود، یک بار ایرپلان مود روشن کنین تا یک دفعه همه چیز ریستارت شود. یعنی شبکه ریستارت شود، اگر بلوتوت، اگر وایرلس است، اگر هاتسپات، اگر هر اینترنت وای فای، همه چیز یک دفعه ریستارت میشه. دوباره که وصل شد ممکنه اینترنت قوی‌تر و بهتر شود. پس ایرپلان مود بزنید. و این بود موضوعات بخش نتورک ان اینترنت خدمت شما صحبت شد. گزینه بعدی بخش پرسونالایزیشن هست. در بخش پرسونالایزیشن بخش ما قبلا در مورد پرسونالایزیشن توضیحات براتون داده بودم، البته تا بخش بک‌گراند و اینمی موضوعات شد میریم سر ادامه موضوعاتش میپردازیم. ما بخش پرسونالایزیشن اگر یادتون مانده باشه در راست کلیک براتون گفته بودم، شما که در این صفحه راست کلیک میکنین بالای پرسونالایز کلیک کردید، اما صفحه پرسونالایزیشن هم برای شما در این قسمت میآید و متباقیش براتون آموزش میدم. بک‌گراند هم که براتون گفته بودم دیگه. بخش کالرایز هم فکر کنم آره گفته بودم چطور میتونیم رنگ تسکبار و استارت منو رو تغییر بدیم. دیمزای مختلف وجود داره. دیمزا هم بک‌گراند های آماده شده است، اونها رو میتونیم من حیث بک‌گراند کالرتون انتخاب کنین. و موضوعی که اینجا چی است، یک استارت منو داریم، یک تسکبار داریم باشه. تچ‌پد هم براتون گفته بودم. خب و اینجا گزینه‌ای داریم به نام استارت منو. استارت منو هدفش این صفحه است. خب هدفش این صفحه است. البته در ویندوز 11 استارت منوش اینمی است. در ویندوز 10 کلیک بکنم استارت منوش همین رقم است، یک ذره تفاوت داره بالاخره. خب میایم بالای استارت بتن یا استارت منو. برام میگه که شو ریسنتلی ادد اپس، یعنی امو پروگرامایی که در اواخر نصب کردی اونها رو بر نشان میدن. اینجا کلیک بکن، این نشته اینجا نشته میبینین که recommended یا recently added، همین پروگرامایی که ما جدیدا نصب کردیم یا اضافه کردیم یا فایل سیو کردیم در قسمت برای ما لیست میکنه. اینجا show recently opened item in the start jump list and file explorer در ویندوز ده هم هست. ببینین اگر ما بیایم ای آپشن تیک ای آپشن اگر روشن باشه، اگر رو خاموش نکنین این بهتر روشن باشه. چرا؟ چون که اگر این روشن باشه هر وقت که شما یک پروگرام باز میکنین، اکسل باز میکنین، ورد باز میکنین، مثلا ما ورد باز کردم، رفتم پاورپوینت ده اینجا باز کردم، نرم افزار پاورپوینت، و اگر من میایم نه در بالای خود ورد راست کلیک میکنم، اینی میره به نام چی یاد میکنه؟ جمپ لیست. میبینی بالای ورد، البته بالای خود برنامه ورد در قسمت آیکنش راست کلیک میکنم، میبینی که اینجا اونمو پروگرامای ورد، منظورمو فایلایی که قبلا ایجاد کردیم تمامش اینجا لیست کرده بریم. ریسنت میگه اواخر اینجا اضافه کردی و من از سری هر کدوم که کلیک کنم برام باز میشن هر کدومش. یا با سری فایل پاورپوینت که من راست کلیک کنم، فایلای پاورپوینت که ما قبلا ایجاد کردیم همش اینجا برام لیست میشه. این به نام جمپ لیست میگه. و خوب است که جمپ لیست روشن باشه تا که تمام فایلایی که روزمره کار میکنید در اینجا براتون لیست
تا فایل مورد نظر راحت‌تر پیدا بتونین. فرض مثال شما میرین در ورد از طرف سوب رفتین یک فایل یک مکتوب جور کردین، اینا نمیفهمین مکتوب در کجاست، میرین درایو فایتون میپالین، درایو فای دی، درایو فای اف، هر درایو داکمنت دانلود میپالین نیست. خب بیاین در بخش جمله استراس کلیک بکنین، اینجا حتما هستن. اونمو مثلا این نمونه است و این دی آی تی سکن سمستر اگزم است و این براش هنری و چون کل فایل ها سری هر کدوم کلیک کنم این لحظه باز میشن. دیگه ما شما یک بخش دیگه ای داریم به نام کویک اکسس. این کویک اکسس هدفش اما مای کامپیوتر ما شما هست. زمانی که من این بالای فایل اکسپلورر کلیک میکنم در این قسمت، ببینید که من سرش کلیک میکنم برای ما اومده چی رو باز میکنم، مای کامپیوتر رو باز میکنم. باز در قسمت بالا یک بخشی داریم ما و شما به نام کویک اکسس. به نام کویک اکسس در بخش کویک اکسس اونمو فایل ها، برنامه ها، فولدر هایی که ما قبلا کار کردیم یا امروز یا مثلا دیروز سرش کار کردیم برای من اینجا موقتا لیست میکنم. ببینید فولدر دسکتاپ استفاده کردیم، فولدر وب استفاده کردیم، فولدر دسپیسی خود آیکن دسپیسی، آیسیدل آنلاین، ویدیو، سکن سمستر، امو فولدرهایی که ما قبل آخر استفاده کردیم برای من نشان دادم. و در بخش پایینتر نوشته ریسنت فایلایی که در اواخر استفاده کردیم، یک فایل پاورپوینت استفاده کردیم باز کردیم، مثلا فایل های ورد است و ویدیو هاست و خلاصه عکس هاست و اینها اینجا برای ما لیست میشه و برای پیدا کردن یک فایل خیلی به ما کمک میکنه. ولی اگر اینمی آپشن رو خاموش کنی اونا همه پاک میشه. سعی خاموش کنم نه خلاص شد. حالا برو دیگه اون نیست، اینجا بیا هیچ چی نیست، پاک شد. در بخش رسین فایل ما اینجا 20 تا فایل داشتم اونا دیگه نیستن. البته این پیمانه نیست که اونا به طور دائم از بین رفتن، نه به طور دائم دیلیت نشدن، فقط از لیست از بخش رسین پاک شدن. بیا بالای ورد راست کلیک، چی شد اینجا یک عالم فایل بود نیست. پس در صورتی که اگر شما از بخش سیتینگتون گزینه شو ریسنتلی اوپنید آیتم این استارت اند جامپ لیست رو خاموش کنین، اونها رو دیگه براتون لیست نمیکنه. حالا من این روشن میکنم، میگم برو از این به بعد اگر من کدوم فایل ورد یا اکسل پاورپوینت باز کردم در بخش جامپ لیست اونها رو برای من نشان دیگه خود نمیاد. از این به بعد اگر رفتم ورد باز کنم میگم فایل کرییت کردم، مثلا فایل جدید ایجاد میکنم، قسمت میخوایم رو سیو بکنم، منوی F12 رو میذارم، فایل سیف هست و میایم در من افغانستان روی صفحه دسکتاپم سیو کلوز. حالا بیا در بخش چی برو اینو میبینی آمده اینجا، این در بخش رسین آمده برای ما میگه شما در اواخر یک فایل ورد را ایجاد کردین، پس بهتر روشن بگذارین. دیگه این بود بخش استارت مینو. در قسمت پایینتر یک بخش دیگه داره، بخش تاسک بار میگه برش، تاسک بار. البته استارت مینو یگان چیزای دیگه هم داره. خب این بالای استارت مینو در قسمت یک بخش دیگه داره، بخش اوپنینگ در استارت مینو که البته این بخش های سوال، مثلا شما اگر در بخشی چی سوال دارین در مورد استارت مینو سوال دارین با این بالای اوپنینگ در استارت مینو مشکل دارین، نمیفهمین که چطور استارت مینو باز میشه، کلیک از طریق اینترنت براتون معلومات ارائه میکنن. اینجا مایکروسافت اج باز میشه در مورد استارت مینو براتون معلومات میده. دیگه فولدر است، شما میتونید بالای فولدر اینجا کلیک بکنین. چون بالای فولدر کلیک کردین برای شما میگه که کدام فولدرها در استارت مینو نمایش داده شدن. فعلا ببینید در استارت مینو کدام چیزا هستن، سیتینگ هست، کلندر هست، فایل اکسپلورر هست، دیگه این چیزا هست. من میخوایم که بروم در بخش لیستش سیتینگ هم اضافه کنم، فایل اکسپلورر هم اضافه کنم در استارت مینو، البته داکمنت هم اضافه کنم، دانلود هم اضافه کنم، میوزیک هم اضافه کنم، پیکچر هم اضافه کنم، دیگه نمیرم نوتورک هم که اضافه هستن، پرسونال فولدر هم اضافه کنم، ویدیو رو اضافه کنم. سعی چقدر چیزا زیاد آمده اینجا. میبینید اینجا چقدر زیاد شد این قسمت. ای کدام فایل داکمنت هم هست، ای دانلود فولدر هم هست، ای میوزیک هم هست، ای پیکچر هم هست، ای ویدیو هم هست، اینترنت، پرسونال فولدر، فایل اکسپلورر، ای هم تنظیمات، ای هم پاور آپشن. اینا رو نمیخواید اینجا باشه غیر فعال کن. من فقط نتورک باشه، اینا دیگه باشه کاری ندارم. فعلا ویدیو هم کار ندارم، دانلود کار ندارم، یک داکمنت باشه البته
فایل اکسپلورر کاری نداره. میبینید فقط آپشن مان سیتینگ مان همراه داکیومنت. تسک بار این قسمت پایین برام تسک بار یاد میکنم. ببینید این قسمت میایم بالای تسک باره. در تسک بارم چی میگه؟ میگه که این سرچ ما نیست، این سرچ است نه فعلا. میگه وقتی من سرچ کلیک میکنم سر آیکن بخش سرچ باکس باز میشه و هر چیزی که خواستم جستجو میشه برام WORD یا اکسل یا پاورپوینت. میگم که سرچ باکس من چی رقمی کو نشان نده هاید بگو دیگه سرچ باکسی وجود نداره. یا میگم که سرچ باکس من نشان بده به شکل آیکن نشان داد. سرچ آیکن رو انتخاب کو فقط آیکنش میاد اینجا. میبینی؟ تا آیکنش اینجا میاد و فعلا ما مو آیکن میخوایم باشه. تسکیو باشه نه باشه این تسکیو میگم. میبینی؟ میگم نباشه تسکیو دیگه نیست. خود دیگه بخش دیگه که از ویجت است. ویجت چی رو میگه؟ این تبلیغات که دی قسمت میاد و هوا رو نشون میده دیگه نشون میده. این ویجت میگه سر ماوسش قرار بدی اگر اینترنت داشته باشه اینجا کل پیش بینی وضعیت هوا رو براتون میگه. میگم نشان ند چت نشان میده چت میگم نه دیگه اینم نشان ند تچ بر کیبورد نشان ند تچ کیبورد. البته تچ کیبورد فعلا غیر فعال. اگه فعال کنم باز این تچ کیبورد اینجا فعال میشه. اگه کامپیوتر شما تچ اسکرین بین از تچ کیبوردتون خاطر تایپ کردن این چیزا استفاده بکنین. مثلا من میرم برنامه ورد باز میکنم میخوایم به خاطر تایپ کردن از تچ کیبورد استفاده کنم. البته اگر شما کامپیوترتون تچ باشه خیلی راحت است. بیاین این رو توسط انگشتتون نوشته رو شروع کنید. افغانستان. ما فعلا توسط ماوس نوشته میکنیم. خیلی کمک کننده است. خب چرا؟ چون خیلی قابلیت‌های زیادی داره این بخش. اینجا مثلا زبان میتونین چنج کنین به فارسی کیبوردتون و به انگلیسی دوباره چنج کردن میتونین. اسپیس هست دیگه. اینی هم سمبلا و جاست کیبورد مثل کیبوردی تقریبا کیبوردی چوری هست دیگه. در اینجا که آمد این سایکو از این آیکن ها برای کسایی میکنی کل از این آیکن هایی که استیکر هایی که در واتساپ و تلگرام هست اینجا هم هست. لایک هست و قلب هست چون رقم چیزا هست میتونین اینها را در اینجا اضافه بکنی. مثلا ما چندانه به اینجا اضافه میکنم میشه دیگه با استفاده از تچ کیبورد اضافه کردم دیگه. تچ کیبورد کار نداره کلوز بکن بسته میشه ولی ما میخوایم تچ کیبورد باشه پس رو فعال نگاه میکنم. در این پایینتر یک بخش دیگه ای ما داریم بخش تسک بار بیهیویر است بچه. با البته تسک بار بیهیویر که آمدیم در اینجا میگه تسک بارتون در کدام سمت باشه. ببین تسک بار ما در وسط در ویندوز 11 کس تسک بارتون در قسمت سنتر و در وسط صفحه در پایان قرار می‌بینید. تسک بار فعلا در وسط درست این قسمت تسک بار ما در وسط قرار گرفته. اگر ما بیایم بگم نه طرف چپ برم حالا تسک بار تو طرف سمت چپ آمد از اینجا شروع شد. بگم نه در وسط بهتره جایش سنتر بدم در وسط. اتوماتیکلی هاید تسک بار میخوایم تسک بار فعلا هاید چه سرچ کلیک کن تسک بار هاید دیگه نشان دادن نمیشه برات. اگر دوباره تیک زدید دوباره پس برای شما تسک بار نمایش داده میشه. این بود دوستان بخش تسک بار. فونت بچا فونت چیه؟ فونت اون قلموی. خب ما شما که وقتی میریم در ورد اکسل در پاورپوینت در هر برنامه وقتی میریم مطلب نوشته میکنیم مثلا من نوشته میکنم افغانستان is در مرکز آسیا قرار دارد و یک مطالب اضافه هم در موردش نوشته میکنم به اینجا که اینا فونتزی فعلا جورجیا. خب فونتزی چیه؟ جورجیا هستم. مثلا ما فونتزی میخوایم چینج کنم من به جای جورجیا از ایریال استفاده میکنم. ببینید ایریال یک ذره با جورجیا فرق داره. مثل اینکه ما شما با پنسیل نوشته کنیم با قلم نوشته کنیم. مثل اینکه ما شما با مارکر نوشته کنیم با مثل با یک قلم بیگ نوشته کنیم. نوعیت قلم فرق داره. فونت هم دقیقاً همون رقم یک چیزه که به خاطر تایپ در کامپیوترتان استفاده میشه. ما شما چند تا فونت خیلی مهم دارم. ما براتون اینجا انگلیش فونت. فونت هایی که در زبان انگلیسی زیاد مورد استفاده قرار میگیره یکی فونت ایریال است. خب ایریال نرو است. دیگه فونت کالیبری است. کالیبری لایت است. کسایی که یک مقاله علمی نوشته میکنه مونوگراف نوشته میکنه به زبان انگلیسی در برنامه ورد معمولا از تایم
از فونت تایم نیو رومان استفاده میکنم. تایمز نیو رومان. دیگه فونتی که استفاده میشه کامبریا است. خب این فونت ها بچه فونت های بلتن ها، فونت ها قبل از قبل وجود داره، اینها را نیاز به نصب نیست، اینا رو به نام بلتن فونت یاد میکنم. بلتن فونتس، فونت های ساخته شدگی. اگر شما فونت های فارسی کار دارین، مثلا یک مکتوب به فارسی، اصطلاح به فارسی نوشته میکنین، یک مقاله رو به فارسی نوشته میکنین، پس از فونت های فارسی استفاده بکنین. فونت های فارسی براتون اینجا لیست میکنم. فارسی فونت. بچه فونت های فارسی بلتن نیست، باید خودتون اینها رو دانلود و نصب بکنین. یکی از فونت های فارسی که است بی کودک است، خب بی نازنین است، بی بدر است، بی تیتر است. برای دیزاین استفاده میشه، برای فتوشاپ چیزا بخواستین از فونت بی تیتر استفاده کنین، خیلی فونت فوق العاده ایه. و دیگه فونت هایی که خیلی زیاد استفاده میشه، یک فونتی که برای دیزاین خیلی مناسب است، بی چیستا وزیره باشه، فونت وزیر MRT، وزیر MRT همون یک فونت فکر کنم. آره اینا برای دیزاین خیلی عالی و فوق العاده هستن. فونت ها زیاده برصد، این فونت ها خیلی خوبه، مناسبه برای نوشتن مکتوب استلام و این دو فونت آخریش برای دیزاین خوبه. یک چند تا فونت دیگه برای دیزاین هست به نام بی شکسته، باشین دیما شکسته، دیما شکسته دیگه، ایران نستعلیق. این فونت های چیه؟ فونت های فارسیه. خب اینا رو من یک بار چک میکنم که فونت ها رو من در میانم، میرم در قسمت تنظیمات ویندوز 11 بالای فونت کلیک میکنیم، کل فونت هایی که نصب شده اینجا برام لیست میکنن. مثلا ببینید اینا فونت های بعضیشون فونت های عربیه. این فونت اریال من تیار اینجا دارم، فونت اریال هست. فونت دیگه ای که در قسمت وجود داره بی بعد این فونت فارسیه. خلاصه فونت هایی که با بیشتر اینا فارسیه، بی آرشیا و بی مچم اینا رو ایرانی ها جور کرده بالاخره، بی باران و بی الهام، بی هلال، بی هما، اینا فونت های انگلیسیه. فارسی باشین. بینازنین هم در اینجا وجود داره، این فونت بینازنین در قسم. و فونت های انگلیسی را که باید جستجو کنیم کسی یا نه، میریم ایریال جستجو، یعنی میبینیم ایریال هست، اون آمد بالا. فونت تایم نیو رومان رو جستجو کنیم، اون تایم نیو رومان هم در قسمت آمد، فونت تایم نیو رومان هستن. و فونت های کل فونت ها در اینجا وجود داره. همون دیمو شکسته رو باید جستجو میکنیم که هست یا نه. آره فونت دیمو شکسته رو من دارم و فونت ایران نستعلیق هم من دارم، چون قبلا این رو دانلود کردم. شما به خاطر که بخواین فونت های دلخواهتون رو دانلود بکنین از طریق اینترنت، برین داخل گوگل کرومتون، اینجا نوشته کنین فارسی فونت دانلود. وبسایت براتون بالا میاد، اینجا گفته که من وبسایت براتون نشان میدم به خاطر دانلود کردن فونت ها خیلی خوبه. این فونت نامش کس با نام فونتیاب است نامش، خب fontiyab.com. بین داخل fontiyab.com شوین، البته فونت های فارسی کار دارین، از داخل وبسایت برین فونت های مورد نظرتون هم دانلود بکنین. اینا فونت های زیاده اینجا وجود داره، فونت مثلا سیما و هاجر و دیگه فونت ها زیاده اینجا. میتونی فقط بری اول فونت دو مورد نظر انتخاب کن. ما میایم فونت دینار دور انتخاب میکنم، سرچ کلیک میکنم، بر ما باز شوه. لینک دانلود هم در اینجا بر ما فعال میشه، دانلود فونت. بالا دانلود اینجا میزنیم و فونت مورد نظر ما دانلود میشه. بعد از 5 ثانیه بعد شروع به دانلود کردن خواهند کرد. آره اگر شروع نشد خودت بالای دانلود کلیک کن، چون من آیدی ام دارم، از طریق آیدی میخوای میره دانلود کنم. خب تا دانلود میشه میریم سراغ موضوع بعد. اگر شما فونت های چی کار دارین؟ فونت های انگلیسی کار دارین، بیاین اینجا نوشته کنین گوگل فونت. فونت های گوگل هم خیلی فونت های خوبیه، برای دیزاین چیزا هم استفاده میشه. گوگل فونت و اینجا داخل وبسایت فونت google.com شوین. خیلی فونت های عالی و فوق العاده رو میتونین از داخل وبسایت fonts.google.com پیدا بکنین. خب فکر کنم که هنوز دانلود ایزی شروع نشده باشه که تکمیل شود. خب میبینید که fontgoogle.com باز شد.
یکی از فونت هایی که برای دیزاین خیلی عالیه فونت روبوتوس. شخصا خودم برای دیزاینی پوسترها که دیزاین میکنیم از فونت روبوتو استفاده میکنم و دیزاین خیلی فوق العاده است. کسایی که علاقه‌مند دیزاینینگ هست از فونت روبوتو استفاده کنن. یک فونت دیگه که وجود داره واقعا برای دیزاین خیلی عالیه، فونت به نام اوپن سنس است. اوپن سنس هم میبینید چه برجسته خاصی داره. بعضی فونت ها بازو فونت های دیگه زبان هاست، ژاپنی سونا رو پوشش نکردیم، شما فونت های انگلیسی رو اینجا پیدا کنین دیگه. فونت لاتو هم خوب فونت هست، میتونین فونت ها رو پیدا کنین. یک فونت دیگه ای که وجود داره بنو روبوتو کاندنسیت است. این هم خیلی فونت خوبه، چقدر برجستگی خاصی داره نه، روبوتو کاندنسیت. و یک فونت دیگه که وجود داره به نام هلویتیکا. این رو ببینیم هست یا نه. هلویتیکا نبود، اینجا جستجو رو بزنم چی میاد یا نه. هلویتیکا او شاید اینجا نباشه که شاید جزی از فونت های گوگل ما نیست. او رو میتونی از اینترنت از اینجا دانلود کنی. نشان میکنم هلویتیکا فونت، این آمد، اشتباه نشته. و این فونت هم میتونین از داخل وبسایت ها دانلود کنید. خب اینا رو ما دانلود کردیم. فونت ها چطور نصب بکنیم؟ ما فونت خودم فونت که دانلود کرده، خب برای نصب کردنش چیکار باید بکنیم؟ که من این فیلتر شکن رو نمیخوایم وصل کنم فعلا، نیاز به فیلتر شکن فعلا نداره که ما مزاحمتی در کار ما خلق نکنه. میرم داخل فولدر میشم و فونتی که در اینجا وجود دارم میرم داخل این فولدرم فونتس. میرم فونت هایی که ما از اینترنت قبلا گرفتیم، مثلا فونت اوپن ساس ما دانلود کردیم قبلا، مورگانایت فونت، فونت اوپنیس، راکسلی و روبوتو. اینا من این روبوتو رو میگیرم، راست کلیک میکنم بالاش اکسترکت آل میخوام میره به فولدر ساده تبدیل کنم. میبینید که به فولدر ساده تبدیل شد. و برای نصب کردن این فونت ها شما چیکار میکنین؟ بیاین همون سیتینگ رو بیارین در قسمت ها، اون فونت بگیرین بکشین اینجا که آمده رها کنین. فونت نصب شد اینجا، ببینین اینجا نصب میشه. این فونت بگیرین رقم این باز کو، فونت بگیر کش کو اینجا پرتو فونت مورد نظرتان همونطور نصب شده میره. یا اگر این کار براتون سخته، فونت رو انتخاب، راست کلیک، اینستا، اینجا بیا شو مور آپشن، اینستال فور آل یوزر، تمام فونت ها نصب میشه. وقتی که نصب کردی میتونی استفاده کنی. مثلا میرم در اینجا اینه میره میخوایم فونت روبوتو رو ببین هست یا نه. روبوتو ببینید فونت روبوتو هست، فونت فوق العاده هست. دیگه فونت اوپن سنس هم هست یا نه؟ آره فونت اوپن سنس هم هست. ببین که خیلی یک فونت فوق العاده به خاطر کارهای دیزاین و طراحی میباشه. بود باش پرسونالایزیشن اپس چی رو میگه؟ همون نرم افزارهای شما رو میگه. نرم افزارهایی که ما نصب کردیم قبلا مثل آفیس و فتوشاپ اینا. اگر بخوایم برو نرم افزارهایی که قبلا نصب کردیم روی سیستم هست بخوایم اونها رو حذف نصب بکنم، میایم بالای اپس اند فیوچر، از اینجا کلیک میکنیم بالاش کل نرم افزارها برای ما لیست میشه. ببینید باید صبر بکنیم که اینها براتون اینجا فعال شه. فعلا ما تقریبا کل نرم افزارهایی را که بعضیاشون البته ما نصب کردیم، بعضیاشون از قبل نصب بوده، 101 دانه اپلیکیشن هست. هر کدوم خواستی بیا حذف نصب بکن. مثلا میخوای فتوشاپ 2019 رو حذف کنم، این بالاش اینجا ان اینستال میزنم و نرم افزار من به طور دائم حذف میشه و دوباره میتونم بعدا البته اگه سافت داشته باشم نصب کنم. و دیگه نرم افزارهای دیگر هم میتونین مثل گوگل کروم کار نداره ان اینستال بکن. و من وندر رو میخوایم حذف کنم، میام اینجا وندر جستجو میکنم، وندر نرم افزار وندر بالا میه اینجا بهم ان اینستال کلیک ان اینستال پرسان میکنم میخوای بله یس و پروسه حذف نصبش شروع شد.
بعد از چند ثانیه بعد برنامه مکمل هست میشه. ببین دیگه وینری وجود نداره دیگه، نمیتونی فایل های وینر استفاده کنی، باید بری وینر دوباره مجددا نصب کنی. این بود طریقه حذف کردن برنامه ها از بخش اپس اند فیوچر. دیفالت اپ، چه دیفالت اپ یعنی چی؟ دیفالت اپ کس اما نرم افزارها پروگرامایی رو میگه که فعلا شما اونها رو اینجا استفاده میکنین. ببینید یه مون نرم افزارهایی هست که من استفاده کردم میرم، بعد شما نصب کردیم، واتساپ ما نصب کردیم، البته این نصب هم کردیم ولی مربوط خود ویندوز میشه، پاورپوینت و اینا رو من نصب کردم. دیفالت اپ میگه. اگر ما بیایم بالای مثلا پاورپوینت کلیک کنم، پاورپوینت که از چی نوع فایل رو باز میکنه برای من میگه. خب پاورپوینت فایلای با پسوند ODP رو باز میکنه، پسوند با POT رو باز میکنه، POTM رو باز میکنه، POTX رو باز میکنه. خلاصه پاورپوینت که هست اینی فایل ها رو با این پسوندا PPTX فایل اصلی پاورپوینت رو باز میکنه، کل فایل ها رو با این پسوند داشته رو باز میکنه. با مو رقم اگر ما بریم بالای مثلا پلیر کلیک بکنم، پلیر باش چی شد، پلیر من اینجا با نام ویندو، اصلا این میدیا پلیر هم هست. البته این فایل صوتی رو پلی میکنه، این میتونه این پسوند این فایل رو با این پسوند باز کنه. این پایین تر یک بخش دیگه ای داره، ما شما اسکرول کنیم مثلا پایان، بریم choose default app by type، میتونیم بریم همون دیفالتش تغییر بدیم. میگم که فتوشاپ این فایل رو باز کنه، مثلا این فایل رو باز کنه، این فایل رو باز کنه، درست است؟ خب این بود از این موضوع. دوباره میریم در قسمت پایین تر، گزینه بعدی بخش آفلاین مپ است دیگه، آپشنال فیوچر هاست که برای ما و شما میایه و بعضی از نرم افزارهای سیستمی که ویندوز همراهشان سر کار داره و در زمان آپدیت کردن ویندوز اونها اینجا به وجود آمده رو برای ما نشان میده که ما با اینا کاری نداریم. این فایل های سیستمی مربوط سیستم عامل یا ویندوز تان میشه. و استارت آپ پروگرامایی رو میگه که در زمان روشن کردن کامپیوتر اینها در بک‌گراند باز میشه. چون استارتاپ کس کل اگر آمدین در استارتاپ لپتاپتون اگر دیدین اینها بازه یا فعاله، اون غیر فعال بکنین. اگر انتی ویروس دارین فقط انتی ویروس تنبانین، کل چیزا را دیگه غیر فعال کنین، چون عوض باید باشه چون از کامپیوتر شما باید محافظت بکنه، مقابل حملات اینترنتی باید استفاده بکنه. از خاطر آواز روشن بگذارین، اما دیگه از ضرور نیست که با روشن بگذارین، اینا رو غیر فعال بکنین، به خاطری که روشن شدن یزو باعث پایین آمدن سرعت کمتر تان میشه. اگر من بیام اینا روشن بکنم با وجودی که اصلا زیر نیازم نیست، اینا میاد یک موتور رم میگیره و باعث پایین آمدن سرعت میشه. از خاطر اینا رو غیر فعال بکنین شما. گزینه بعدی اکانت است، شما میتونین یوزر اکانت داشته باشین در کامپیوترتون. شما دو نوع یوزر اکانت در کامپیوتر خود می داشته باشین. تایپ اف یوزر اکانت رو معلومات میدم. ما دو نوع یوزر اکانت داریم، یکی لوکال یوزر اکانت داریم، یکی مثلا ایمیل یوزر اکانت داریم. اکانت هر دویش تا کامپیوتر جور میشه، میتونین جور بکنین. اما لوکال یوزر اکانت قسمی که از نامش معلوم دارست نیازی به اینترنت برای جور کردن نیست یا نیاز به اینترنت نیست. شما میتونین چندین تا یوزر اکانت لوکال در کامپیوترتون داشته باشین، ولی ایمیل یوزر اکانت هایی میگه که در زمان ساختنش نیاز به اینترنت هست. قسمی که من قبلا براتون طریقه ساختن ایجاد کردن یوزر اکانت مایکروسافت براتون گفته بودم که چطور میتونین یک اکانت اوتلوک بسازین. خود در ویندوز شما ما چند نوع یوزر اکانت لوکال داریم. خب یکی اینها برای استاندارد یوزر اکانت است، دوم اینها به نام گست یوزر اکانت است، سوم اینها به نام ادمینستریتور یوزر اکانت است.
یعنی 3 نوع یوزر اکانت شما در کامپیوترتون به صورت لوکال میتونین داشته باشین. یوزر اکانت های استاندارد یوزر اکانت گفته میشه که شما با استفاده از یوزر اکانت فقط میتونید از برنامه‌هایی که در کامپیوترتون نصب کردین استفاده بکنین. دیگه کدام چنجز کدام تغییراتی رو نمیتونین بیارین، نمیتونین یوزر جور کنین، نمیتونین برنامه رو حذف کنین، برنامه رو نصب کردن نمیتونین. فقط میتونین از پروگرامایی که فعلا در کامپیوترتون دارین استفاده بکنین. یوزر استاندارد ایره به نام یوزر استاندارد میگه یا یوزر اکانت یاد میشه. یوزر دیگه به نام یوزر مهمان یا گست است. یوزر گست هم شما فقط میتونید که از با استفاده از یوزر گست وارد کامپیوتر شوید و از برنامه‌ای که نصب شده رو استفاده بکنین. دیگه کدام تغییراتی رو نمیتونین بیارین. اگه خلاصه تر براتون بگم، شما میتونین رول یا صلاحیتی را که در یوزر چی دارین، یوزر استاندارد دارین، تقریبا براتون میگم 10% صلاحیت میتونین داشته باشین. در یوزر در درصد هم نه، البته من همین رو 20% انتخاب میکنم، 20%. و یوزر گست هم صلاحیت شما موقع صلاحیت دارین تا بتونین 10% کارا در ویندوز فون انجام بدین. فقط 10%. ادمنستراتور از نامش معلوم دارن. ادمنستراتور که فول کنترل است. خب فول کنترل با این معنا شما میتونین رید بکنین و ریدینگ بخوانین. خب میتونین که اینستال کنین برنامه رو، ان اینستال کنین، میتونین تغییرات بیارین. این تمام صلاحیت‌ها رو میتونید در کامپیوتر داشته باشین. در مورد یوزر اکانت ها در جلسه آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد که چطور میتونیم بریم یوزر اکانت های در ویندوز 11 ایجاد بکنیم. چون یک جلسه دیگه بخش سیتینگ مانده، دو جلسه در کل دو جلسه برای ویندوز اختصاص مانده. یک در جلسه بعدی این سیتینگ خلاص میکنیم و یک جلسه دیگه هم در مورد کنترل پنل و بعضی از آپشن هایی که در کنترل پنل وجود داره و در بخش سیتینگ نیست اونها رو براتون توضیح میدیم و همونطور کم کم میریم بخیر سر برنامه ورد 2021. فعلا پروژه نیست چون ویندوز است. انشالله که در برنامه ورد رسیدیم، پروژه ها کارهای خانگی براتون در نظر گرفته میشه و ما هم براتون انشالله کار خواهیم